لا يستوي صاد حرف جياس صادس صادس حروف استعلاء قرأ مش يعني بعد بريش گرفتش أصحابنا أصحاب الجنة يا وده كلمة صاد يوم صاد دائما متوجه باشي يا عما يشركون بك حرف عين صح أما نشك همزة شا أما عما عين كلمة نضربها ضاد جشيء ساكنة حركات بيننا كنا نضربها نضربها إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقام بقى سباق عندما يشد خوب يادم حجاز میرفتیا حجاز خوب تر بود این در کل چی بود اینها هماهنگی نداشت به خاطر که یکی خب ما دائما میگیم که تفسیر و ترجمه قرآن چی است مهم است اما تا مقامات کی است به خدمت چی است خدمت تفسیر و ترجمه قرآن است به این معنا که یعنی ما شما توسط صوت خدا معنای قرآن به کسی که معنای قرآن نمیفهمه باید برسانیم. حالا این نفر عامی باشه اینها ساعت مستقر و مقام معنا رو نمیفهمه که درباره عذاب جهنم است. این قاری فنش معلوم میشه که با صدای خود ترسیم کنه آیاتا حداقل از اون صدای بفهمه که چی است آیات عذاب است. این به این معنی الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ما شاء الله قرصه طلعات خوب بودم ما چی نداشت تقسیم اوقات نداشت یعنی که به کجا شروع کنیم به کجا وقف کنیم مخاطر وقفات درست نمیامدن قفلات میگن قفله میگن در عربی یعنی به وقف با جای خود نمیشه به خاطر که چی نبود نقشه نبود یعنی وقتی که تلاوت میکنه ولو که یک مقام بخوانیم با نقشه باشه اگر تکراری هم باشه باز خسته کن میشه تلاوت اون خاطر یکی خو مشکل ده چی بودن خودت که شروع کردی پرده اول بیات خوب خواندی طبقه اول شاق اصلی ده ده نوا خوب بودی ده شوری از پیش طرف ده حجاز ده حجاز بخاطر که حجاز شوری چی است نغمیش نزدیک است و مو خاطره از همین جرا را گم کردی دیگه به شوری که به حجاز رفت به حجاز پس ده بیات اوج گرفتی او جما از طبقه بالا شروع کردی یعنی بیات که شروع کردی طبقه صحیح نبود که به ترتیب بالا نرفتی مرز پس ده حجاز رفتی حجاز تکمیل نکردی و رفتی ده نهاونده مایتایی که عذاب بود به نهاوند خواندی ما شما گفتیم نهاوند در جای خوانده میشه که چی است بشارت باشه این عذابها کان غراما انها ساعت مستقر و مقام بقا سبا خوانده میشد خوب یادم حجاز میرفتی حجاز خوب تر بود این در کل چی بود این هماهنگی نداشت به خاطر که یکی خب ما دائما میگیم که تفسیر و ترجمه قرآن چی است مهم است اما تا مقامات کی است به خدمت چی است خدمت تفسیر و ترجمه قرآن است به این معنا که یعنی ما شما توسط صوت خدا معنای قرآن به کسی که معنای قرآن نمیفهمه باید برسانیم. حالا این نفر عامی باشه اینها ساعت مستقر و مقام معنا رو نمیفهمه که درباره عذاب جهنم است. این قاری فنش معلوم میشه که با صدای خود ترسیم کنه آیاتا حداقل از اون صدای بفهمه که چی است آیات عذاب است. این به این معنی است که مثلا یک نفر در عروسی داخل شود با گریه داخل شود یا در جای فاتحه داخل شود با چی با خوشحالی همین تنگ معنا میتا زمانی که ترجمه و تفسیر فهمیدیم باز مقام هم خوب استفاده کرده میتونیم دیگه در کل خوب بودن مقصد نقشه تلاوت قبل از اینکه شروع میکنیم ولو یک مقام میخوانیم ما باید نقشه داشته باشیم از اینجا شروع میکنیم به اینجا وقف میکنیم و در تجوید بعض جای ساعت مستقر مدش کم شده یک ذره مد متصل است یمشونه ما شما اینجا مد اصلی داریم یمشونه این مشکل زیاد است بعضی تلف یمشونه میگیرم و واو درست ضمیش نمیگیره نه یمشونه یا مثلا اما یمشونه و دیگه ولم ایجا غنه کرد یا ایجا میم ساکن است یا اظهار شفوی داریم ولم یقترو شد این بعض مشکلات در تجوید در کل خوب بودیم ماشاءالله انشاءالله زحمت زیادتر بکشیم خیر میشه. السلام علیکم. بفرمایید.
وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. ما شاء الله قاری صاحب خوب تلاوت کردیا. بعض نکات در تجوید بود. لا يستوي یه صاد است، حرف چی است؟ صاد است. صاد از حروف استعلا پر ادا میشه، یعنی باید پریش گرفته شه. اصحاب نه اصحاب الجنت یا و در کلمه متصادی هم میگم صاد داریم متوجه باشیم. یا عما یشرکون که حرف عین است، اما نشه که همزه شد. اما عین کلمه نضربها ضاد چیه ساکن است، این حرکت پیدا نکنه نضربها شد. نضربها این کار تجویدیات دیگه خوب بود ماشاءالله تلاوت. از نگاه صوت مقامات خوب بود، یعنی مقامات خوب اجرا کردی. اما مشکل چی بود که صدا را کم میگرفتی، نه صدا را باز بانی. این وقت تلاوت صدا چی باشه؟ باید باز باشه، خصوصا در جواب که میخوانی باید آواز چی باشه؟ باز. اگه قیدش کردی دیگه باز به طبقه درست نمیرسه همون جواب. و دیگه دائما به تلاوت خودتان شاید متوجه شده باشین این رقمی ششتن غلط است، که سر خم باشه. در حفظ علا کس تلاوت میکنه گردان میکنه گپ جداست، اما در صوت که میخوانی تلاوت مجود میخوانی باید راست بشینی. یعنی آواز از کجا نفس ما شما میگیم در شکم گرفته میشه، یعنی ایت اگه باشه ایقات میشه، نفس هم کم میکنه. باید راست بشینی دائما. اگه دیده باشین کسایی که تلاوت هم میکنه قرآن مصری دائما این تو میشینه، نه خاطر که سینه باید چی باشه؟ راست باشه. نفس که میگیری دیگه جمع میکنه خدا و یکی صدام راست میبره. اینو تمرین کنی در خانه. ما شاید متوجه شویم که اگر قمی صدا را بکشیم آواز صافتر میبره. اگر گردنی تو باشه چی میشه؟ آواز جمع میکنه میگیره. حتی بعضیایی که ارتفاع صوتیش چی میره؟ بالا میره. استادای مصری میگن یعنی شما وقتی که اگه میخوای که ارتفاعتان پایان بیاید، اعوذ بالله تان سرتان پایین بگیری در ابتدای تلاوت، به خاطر که ارتفاع چیه؟ کسایی که بالا است تلاوتش سر خود پایان بگیره، ارتفاعش خود به خود چی میاد؟ پایین میاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من فرق میبینی دائما نه این منشوی که میخوانده سه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گلون خودش پایان میگیره. این با قصدن میکنه که ارتفاعش بالا نره. اما اگه تو بشینی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خود به خود بخوایی نخوایی آواز میشه صاف میکنه خدا. خصوصا در وقتی که جواب میخوانی باید راست باشی، خاطر که نفس زیاد کار داره جواب و دیگه نفس هم درست بگیری. یعنی بعض قفلات خودت که درست نمی آمده به خاطر نفس بوده، متوجه شدی نفس کم می آمد. نفس که کم کنه وقف خراب میشه. اما خاطر نفس درست از کجا است؟ از بینی گرفته میشه. شکم چی میشه؟ جمع میشه. ایتو نیست ایتو کنیا. بعضیا صدایش تنها میکشه. این رقم غلط است. این نفس آواز نداره. درست خوب با تمکن یعنی آرام نفس میگیری با شروع میکنی. وار خطایی هم تلاوت چی میکنه؟ خراب میکنه. یعنی دائما آرام تلاوت کنی، وار خطا نباشی. دیگه ماشاءالله صدایت خوب است، یعنی صدای حنین میگن دیره مصری، یعنی نرم است، به گوش خوش میخوره. اما صداش کار شد دیگه مزیم کنه زیباتر میشه. موفق باش خالص.